الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم دوستان عزیز و گرامی. شهر قدس و یا شهر بیت المقدس و یا شهر بیت المقدس شهر پربرکت است، شهر با شرافت است، شهری است که ذکر آن، برکت آن، شرافت آن در قرآن ذکر شده. و آن مسجدی که در این شهر قرار دارد با نام مسجد الاقصی قبله اول مسلمانان بوده و معراجگاه پیامبر صلی الله علیه و سلم است و این مسجد در فضیلت و مقام و جایگاه بعد از مسجد نبوی می ایستد به واسطه. یعنی اولین مسجد و بزرگترین مسجد مسجد الحرام است، مسجد کعبه. بعد آن مسجد نبوی، مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره. بعد آن در مقام و منزله مسجد الاقصی می ایستد. از این است که علمای اسلام در بیان فضیلت این دیار، فضیلت این مسجد، برکت آن، جایگاه آن، کتاب و رساله های زیادی تألیف کردند. می توان تا 20 کتاب و رساله شمار کرد که در فضیلت این سرزمین، در فضیلت این مسجد تألیف شده است. همچون کتاب های فضائل القدس از امام عبدالرحمن ابن جوزی، اینچنین کتاب فضائل الشام که اسم شام شامل شهر فلسطین و شهر قدس است از امام ابن رجب حنبلی، اینچنین کتاب فضائل الشام از امام ابو سعد السمعانی، اینچنین فضائل الشام از امام ابن عبدالهادی المقدسی و اینچنین کتاب مناقب الشام و اهله از شیخ الاسلام ابن تیمیه و دیگر کتاب های زیاد که در بیان مقام و منزله این شهر و شرافت و برکت آن و برکت این مسجد و اینچنین در مدح و تحسین اهل این سرزمین تألیف شده است. این کتاب های نام برده دوستان عزیز تفسیر همون آیات است که خداوند عزوجل در مورد این دیار گفته، از برکت آن، از شرافت آن آیات نازل کرده و اینچنین شرح آن احادیثی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در بیان فضیلت این سرزمین و فضیلت اهل آن گفته است. این علما این آیات و احادیث را جمع آوری نموده شرح و بیان کردند. از این سبب دوستان عزیز حفظ و حمایه این مسجد، حفظ و حمایه این سرزمین و آزاد نمودن این مسجد از اسارت یهودیان صهیونیست که عین حال در اسارت قرار دارد وظیفه نه تنها مردم فلسطین بلکه وظیفه هر فرد مسلمان در هر گوشه دنیا است. هر فرد مسلمان چه عرب است و یا عجم، چه مرد است و یا زن، چه از غرب است چه از شرق، برای او فریضه دینی است تا در راه آزادی این مسجد به اندازه توانش در دایره قدرت و استطاعتش سعی و تلاش نماید. در این دیدار نوبتی دوستان عزیز خواستیم 5 فضیلت از فضیلت‌های این سرزمین و این مسجد را برای شما پیشکش و بیان نماییم. فضیلت اول این مسجد در این است که معراجگاه پیامبر صلی الله علیه و سلم است. آنگونه که هر مسلمان می‌داند و هر مسلمان باید به این معجزه بزرگ پیامبر صلی الله علیه و سلم معتقد باشد که رسول خدا صلی الله علیه و سلم پیش از هجرت کردن به مدینه منوره 1 سال قبل از مکه مکرمه در شب به بیت المقدس سفر کردند و از آنجا به آسمان ها عروج کردند که این را حادثه اسراء و معراج میگویند که جزء از ایمان مسلمان است، از مسائل های اعتقادی است که مسلمان باید به آن ایمان داشته باشد، زیرا در قرآن ذکر این معجزه بیان گشته. در سوره اسراء، سوره‌ای که به این حادثه نامگذاری شده، خداوند عزوجل فرموده سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. پاک و منزه است آن پروردگاری که در شب بنده اش را محمد صلی الله علیه و سلم را از مسجد الحرام به مسجد الاقصی سیر کنند، برد، یعنی سفر شبانه با قدرت الهی توسط براق از مسجد الحرام از مکه مکرمه به بیت المقدس صورت گرفت و از بیت المقدس بعد از آن که پیامبر صلی الله علیه و سلم با دیگر پیامبران آنجا نماز گزاریدند از آنجا به آسمان ها عروج کردند. یعنی این مسجد چنان جای با شرافت است، جای مقدس است،
جای با برکت است که خداوند عزوجل آن را سفرگاه و معراجگاه پیامبر صلی الله علیه و سلم و نمازگاهی همه پیامبران انتخاب کرده. فضیلت دیگری این دیار، این سرزمین در این است که خداوند عزوجل این شهر و اطراف آن را شهری پربرکت گفته است. در خود این آیه که حالا تلاوت شد خداوند عزوجل فرموده الذی بارکنا حوله، یعنی خداوند عزوجل پیامبر صلی الله علیه و سلم بندهش را از مسجد الحرام به مسجد الاقصی برد. آن مسجد الاقصی که اطراف آن، خود آن و اطراف آن خداوند گفته که بارکنا حوله، که آن را پر برکت گردانیدیم. اینچنین خداوند عزوجل شرافت و برکت و قداست این شهر را از سخن حضرت موسی که به قومش خطاب کرده نقل کرده. حضرت موسی به قومش گفته یا قوم ادخلوا الارض المقدسه، ای قوم من به سرزمین مقدس وارد شوید. مقدس یعنی مطهر، پاکیزه. مفسران گفتن چرا این سرزمین را خداوند پاکیزه وصف کرده؟ به این معنا که هر کس در این شهر و در این مسجد که حاضر شود و عبادت کند از گناه پاکیزه می‌گردد. یا به معنای دیگر اینکه خداوند این سرزمین را از شرک و کفر پاک کرده، جایگاه و وطن پیامبرانش قرار داده. اینچنین مفسران گفتند و من برکته تفضیله علی غیره من المساجد سوى المسجد الحرام و مسجد المدینه وأنه يطلب شد الرحل إليه للعبادة والصلاة فيه وأن الله اختصه محلا لكثير من أنبيائه وأصفيائه. از برکات این مسجد و این سرزمین این است که خداوند این مسجد را به جز مکه و مدینه بر همه مسجدهای روی عالم برتر گردانیده، بزرگترش کرده. و اینکه جایز است که کس به مقصد عبادت به سوی این مسجد سفر کند و اینکه خداوند این سرزمین را جایگاه و قرارگاه و وطن پیامبران و اصفیا، نیکان و صالحان قرار داده. این از برکات است که قرآن آن را بیان کرده، این شهر را به این کلمه وصف نموده است. فضیلت سوم آنگونه که در آغاز صحبت اشاره شد این است که این مسجد قبله اولی مسلمانان بوده. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم تمام مهلتی که در مکه مکرمه قرار داشتند و پس از هجرت نمودن به مدینه منوره که در 13 سال بعثتشان، 13 سال پیامبری هجرت کرده به مدینه منوره آمدن. بعد از مدینه منوره آمدن باز 17 ماه دیگر علاوه بر 13 سال مکه طرف بیت المقدس، طرف این مسجد قدس نماز می‌خواندند. یعنی قبله اولی مسلمانان بوده. این هم بیانگر شرافت و فضیلت و جایگاه بلند این مسجد است. فضیلت دیگری مسجد الاقصی دوستان عزیز در این است، این شرافت دیگر را، این امتیاز دیگر را خداوند برای این مسجد بخشیده است که یک رکعت نماز در مسجد الاقصی در اجر و ثواب برابر با 1000 رکعت نماز در غیر آن است، به استثنای مسجد الحرام و مسجد نبوی. البته یک رکعت نمازی که شخص در مسجد الاقصی میگذارد برابر با 1000 رکعت نماز در هر مسجد دیگری دنیاست. در حدیثی که آن را امام ابو جعفر طحاوی در مشکل الآثار روایت کرده، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند و اتوه فصلوا فیه فإن صلاة فیه كألف صلاة فی غیره. میمونه مولات پیامبر صلی الله علیه و سلم از ایشان درباره مسجد الاقصی سوال میکنند که این چه مکان است، چه مسجد است، چه جایگاه و عظمت دارد. گفته از پیامبر صلی الله علیه و سلم میپرسد. پیامبر صلی الله علیه و سلم در اینجا به این زن میگویند و اتوه فصلوا فیه، به این مسجد بیایید و در این مسجد نماز خوانید. فإن صلاة فیه كألف صلاة فی غیره، زیرا یک رکعت نماز در آن مثل 1000 رکعت نماز در غیر این مسجد است. اینجا باید قید نماییم دوستان عزیز که مساحت مسجد الاقصی تنها داخل خود مسجد قبلی، آن بنایی که گنبد نقرگین دارد و یا آن بنایی که گنبد زرین دارد، منظور این شرافت و این فضیلت خاص داخل آن دیوارها نیست، بلکه مسجد الاقصی
همه آن شاملی آن دو مسجد و آن صحن مسجد است. یعنی آن دیواری وسیعی که احاطه کرده، درون همه آن دیواری وسیع مسجد الاقصی محسوب است و هر جا که نمازگزار در هر گوشه آن دیوار اگر نماز گزارد این فضیلت را به دست می آورد. از خداوند عزوجل مسئلت داریم تا نماز گزاریدن را برای هر یکی ما در این مسجد مقدس، در این مسجد با شرافت، در این قدمگاه پیامبرانش، معراجگاه پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز گزاریدن را برای یکایک ما نصیب گرداند. فضیلت پنجم دوستان عزیز، فضیلت پنجم مسجد الاقصی این است که این مسجد یکی از 4 مسجد است، 4 مکان است که دجال وقتا که آخری زمان پیش از برپاشتن قیامت، پیش از به آخر رسیدن عمر دنیا ظهور می کند و همه جا قدم می نهد، به 4 مکان قدم نهاده نمی تواند، در آمده نمی تواند که یکی از آن مسجد الاقصی است. این امتیاز دوستان عزیز، این خصوصیت بیانگر شرافت و قداست این مسجد است که در این خصوصیت شریک مکه و مدینه است که خداوند عزوجل اجازه نداده، اذن نداده که دجال به این مسجد قدم نهد. در حدیثی که آن را امام احمد حنبل روایت کرده، پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره برآمدن خروج دجال نقل کردن و در پایان حدیث فرمودن لا يقرب 4 مساجد، مسجد الحرام و مسجد المدینه و مسجد الطور و مسجد الاقصی. دجال به 4 جا قریب شده نمیتواند، نزدیک شده نمیتواند و به طریق اول البته در آمده نمیتواند. یکم مسجد الحرام، دوم مسجد مدینه منوره، سوم مسجد طور، یعنی جایی که خداوند عزوجل با حضرت موسی آنجا سخن گفت در مصر، یعنی در کوه طور. و 4م جایی که دجال نمی درآید، قدم نهاده نمی تواند، مسجد الاقصی است که این بیانگری جایگاه بلند این مسجد و بیانگری حفظ و حمایه خداوند آن را از شر دجال است. خداوند این مسجد را از شر دجال های این عصر یهودیان صهیونیست نیز حفظ کند و این مسجد شریف و بزرگ و با برکت را، این مسجد مقدس را از اسارت دستان نحس آنان آزاد نماید. و بازم به تکرار دعا می نماییم که نماز گزاریدن را در این مسجد برای یکایک ما نصیب گرداند. خدا یار و مددگارتان.